بله، از صبح امروز گلوله‌باران وحشیانه شهر حمص به خصوص منطقه بابا امر در این شهر همچنان ادامه داره. صحبت از شهادت ده‌ها تن هست. رقم مشخصی که گفته شده بیش از 30 تنه، بیش از 50 تن هست، شامل 20 کودک. اما به نظر میرسه که به دلیل شرایط گلوله‌باران امکان شمارش دقیق شهیدان نیست. مردم پایداری میکنند. ابراز انزجار نسبت به وتو روسیه و چین هر روز بیشتر و بیشتر میشه. به طور نمونه لوموند فرانسه نوشته که در اینترنت تنها 510 میلیون چینی نسبت به این وتو قساوتبار ابراز انزجار کردند. البته اون چه در صحنه سیاسی میگذره تنها ابراز انزجار نیست. در ادامه سلسله فراخواندن سفرای کشورها از سوریه، امروز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سفرای سوریه رو از کشورهای خودشون بیرون کردند. ما این تحولات رو در برنامه طوفان تغییر پی خواهیم گرفت. اما اجازه بدید ابتدا گوش بدیم به گزارشی از شهر حمص که توسط گزارشگر سیمای آزادی در این شهر تهیه شده. أنا صدام حاج رئيس بعثة طلاب العرب عن مخيم أشقر إيرانية. من صدام حاج، گزارشگر سیمای آزادی و نماینده کمیته دانشجویان عرب برای حمایت از اشرف هستم. با یک شاهد در محله قابون شهر حمص گفتگو می کنم. نام او علی القابونی است. أخي كريم، الأوضاع الحين بالزبداني يعني عبارة عن مزة حقيقية من مساء يوم الجمعة لحد اللحظة. اگر ممکن است آنچه را که در حمص و از زبدانی می‌گذرد برای ما بگویید. سلام بر شما برادر گرامی. وضعیت در اینجا ادامه همان کشتار روز جمعه است. همین حالا هم همان وضعیت در حمص ادامه دارد. گلوله باران ادامه دارد. امروز صبح هم در میدان شهر گلوله باران جریان داشت. شمار شهدا هنوز معلوم نیست. شاید به صدها تن برسد. تم إحصاء عدد الشهداء اليوم الصباح بس 57 شهيد. يعني القصف بالطائرات الحربية، القصف بالطائرات الحربية والدبابات. القصف بالدبابات بالصواريخ من مكان بعيد. گلوله باران با تانک است. البته موشک‌هایی هم از بیرون به محله بابا امر شلیک می‌شود. برای بینندگان توضیح دهید که عملکرد ارتش آزادی چگونه است. تم حصل انشقاق اليوم بالزبداني 3 دبابات. يعني مع عتادهم. ارتش آزادی در حال حاضر سلاح زیادی ندارد، اما شکر خدا امروز هم عده‌ای از ارتش سوریه جدا شدند که به همراه خود 3 تانک آوردند. همانطور که می‌دانید رژیم آخوندی در سوریه دخالت می‌کند و تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران از طریق عراق به سوریه می‌آیند. بله 10 روز پیش تعدادی از عناصری که از ایران آمده بودند توسط ارتش آزادی سوریه دستگیر شدند و مصاحبه‌هایشان به طور مستقیم در العربیه پخش شد. مقاومت مردم سوریه در حمص و الزبدانی به چه صورتی است؟ همونطور که می‌دانید مردم سوریه استقامت می‌کنند. ما نه به روسیه چشم دوخته ایم و نه به چین، بلکه به خدا توکل کرده ایم و با کمک خدا پیروز می‌شویم. ما خدای بزرگ را داریم. نه از وتوی روسیه می‌ترسیم نه از وتوی چین. خدای بزرگ با ماست و بعد از آن به ارتش آزادی امید بسته‌ایم. الجيش الحر هو موجود بحمص والزبداني يعني لحماية المدنيين السوريين. آیا ارتش آزادی در حمص و الزبدانی برای حمایت از مردم حضور دارد؟ بله، ارتش آزادی سوریه برای حمایت شهروندان و تظاهرات مسالمت‌آمیز حضور دارد. ولی ارتش بشار اسد و شبه نظامیان شبیه شهروندان را گلوله باران می‌کنند. بازار، خانه‌ها و خانواده‌ها را گلوله باران می‌کنند. همین دیروز تانک‌هایشان به ریف دمشق و داریه وارد شدند و آنجا را گلوله باران کردند. يعني المظاهرات الآن وصلت بحلب يعني ب50 نقطة بحلب يعني الحمد لله شنیده ایم در 50 نقطه حلب تظاهرات انجام شده. آیا درست است؟ بله، شکر خدا هم در حلب و هم در ریف حلب تظاهرات انجام شد. مردم سوریه استقامت می‌کنند تا این رژیم را سرنگون کنند. بله، ما هم درود می‌فرستیم به استقامت و پایداری خلق قهرمان سوریه
که همینطور که در صحبت‌ها دیدیم به هیچ چیز اتکا ندارند جز به خدا و نیروی خلقشون. در مورد همین شرایط گفتگویی داشتیم با آقای عیسی برک، رئیس شورای تبلیغات مقاومت سوریه در کانادا و عضو مجلس ملی سوریه. از ایشون سوال کردیم در مورد تبلیغات دروغین رژیم بشار اسد که رژیم ایران هم عیناً همونها رو در رسانه‌های خودش تکرار میکنه و همچنین در مورد ارتش آزادی سوریه و چگونگی شکلگیری اون. أنا من سوريا من مدينة درعا، اسمي عيسى بريك، رئيس لجنة إعلان دمشق في كندا وعضو المجلس الوطني في الخارج. من عیسی برک درعایی هستم، رئیس شورای تبلیغات سوریه در کانادا و عضو شورای ملی سوریه در خارج هستم. در آغاز قیام مردم سوریه، رژیم ایران و رژیم سوریه وانمود می‌کردند که قیام سوریه یک توطئه خارجی است. اظهارات خامنه‌ای هم در این رابطه بیانگر این بود که انگار در سوریه انقلابی جریان ندارد و گویا آنچه در آنجا رخ می‌دهد به خواسته آمریکاست. ما می‌دانیم که دولت سوریه هیچگاه ضد اسرائیل نبوده و هیچگاه هیچ کمکی حقیقی به مردم لبنان و انقلاب فلسطین نکرده. آنچه که امروز در تل زعفر و لبنان رخ می‌دهد بیانگر این است که کلمه امتناع که رژیم سوریه آن را به عنوان موضع خود در برابر اسرائیل به کار می‌برد، واژه‌ای به منظور سوء استفاده سیاسی است. وما تكلم به خامنئي هو لحرف انظار العالم وانظار العرب أن الذي يجري في سوريا هو مؤامرة أمريكية، لذلك هو يصر أن يقول أن سوريا معرضة لهذه المؤامرة ولو قدمت تنازلات. خامنه‌ای در برابر انظار عرب و جهان از جنگ حرف می‌زند و آنچه در سوریه رخ می‌دهد را توطئه می‌نامد. به همین جهت از رژیم سوریه می‌خواهد که باید با این گونه توطئه‌ها در بیفتد و اعتراضات را متوقف کند، در حالی که اعتراضات مردم سوریه یک جنبش ملی و مردمی و خواستار آزادی و دموکراسی است. جزء من الجيش السوري بشكل عام، لكن هؤلاء رفضوا الانصياع لأوامر الأسد بقتل شعبه وبقتل المدنيين وقصف المدن ومقتل الأطفال والنساء، لذلك انشقوا عن هذا الجيش وشكلوا هذا الفصيل. ارتش آزادی سوریه بخشی از ارتش سوریه است، ولی آنها تصمیم گرفتند از فرمانهای اسد که دستور به کشتن مردم و گلوله باران شهرها و کشتن کودکان و زنان میداد سرپیچی کنند و از آن جدا شوند. سپس آنها این گروه ملی و اصیل را که امروز به نام ارتش آزادی شناخته می شود تشکیل دادند. رژیم اسد تلاش کرد که ترس را دوباره بر مردم حاکم کند، ولی مردم سوریه تمام سدها و دیوارهای ترس را در هم شکستند و اراده خود را برای حمایت از قیام ارتش آزادی با ادامه تظاهرات نشان دادند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه یا به شهادت میرسند و یا به پیروزی نائل میشوند، چرا که این ارتشی است دارای آرمان و یک ارتش منفعل و فرصت طلب نیست. به همین جهت مرور زمان و فشارها مانع پیروزیشان نمی شود. آنها از اراده سترگ برخوردارند و این همان نیرویی است که عامل اصلی کسب پیروزی‌های بسیار برایشان شده است، چون که حق هستند و نه باطل. هر روز تصاویر دردناکی از جنایت‌های اسد که توسط ملاهای ایران پشتیبانی می‌شود به ظهور می‌رسد که در حد قتل عام است. این رژیم در برخی موارد خودش مبادرت به درس دادن تصاویر و فیلم‌های زشت و وحشت‌آور می‌کند تا ترس را بر دل مردم مستولی کند، ولی مردم با آنکه این تصاویر را می‌بینند بر ادامه انقلاب عزم جزم کردند، چرا که آنها می‌دانند هر گونه عقب نشینی به ویژه از طرف انقلابیون باعث یک کشتار وسیع در سوریه خواهد شد. آنها انقلاب را ادامه می‌دهند و این گونه خونریزی‌ها هرگز تأثیر منفی بر مردم نخواهد گذاشت و این جنایت‌ها تنها اراده مردم برای ادامه قیام و رو در رویی با این جنایتکار را محکمتر می‌کند. هذه الدماء سيدفع ثمنها هذا الجزار ونظامه
سيدفع ثمنها كل مجرم. این جلاد و رژیمش و هر کس دیگری که دست به جنایت علیه مردم سوریه میزند به زودی کیفر جنایاتش را خواهد دید. یک مسئله تاریخی میگوید وقتی مردم تصمیم میگیرند که قیام خود را ادامه دهند هیچ قدرتی نمیتواند بر آنها پیروز شود. رژیم ایران هر کمکی که از دستش برآمده برای سرکوب جنبش مردم به رژیم اسد کرده و روش‌های شکنجه را به او منتقل کرده است. رژیم ملاهای ایران همچنین تکتیراندازهایی را به سوریه می‌فرستد تا در سرکوب قیام شرکت کنند و به این وسیله از متحد خود حمایت می‌کند و ما در ویدیوهایی که منتشر می‌شود تصاویر آنان را می‌بینیم. ولی همه این تلاش‌ها بی‌فایده است. انقلاب به عقب بر نمی‌گردد، در حالی که مصیبت زدگان زیادی وجود دارند، در حالی که خانه‌های زیادی منهدم شده و خسارات سنگینی به بار آمده، ولی انقلاب همچنان استمرار دارد و مردم از روحیه بسیار بالایی برخوردارند. حتی اگر سوری‌ها تنها بمانند و حتی اگر هیچ کس از اتحادیه عرب تا سازمان ملل به مردم سوریه کمک نکند، ولی باز سوری‌ها انقلابشان را ادامه می‌دهند چون که دیوار ترس فرو ریخته است و دیر یا زود این رژیم سرنگون می‌شود. و سيسقط هذا النظام عاجلا ام آجلا والثوره مستمره. بله، ما هم با آقای عیسی برک همصدا میشیم و آرزوی هرچه سقوط زودتر این نظام رو داریم. لازم به ذکری که آقای برک از حامیان اشرف نیز هستند. ایشون از امضا کنندگان بیانیه حمایت از ساکنان اشرف و اعتراض به انتقال اجباری ساکنان اشرف به لیبرتی بودند که این بیانیه برای دبیرکل ملل متحد نیز ارسال شد. أنا طفل سوري، ولدت حرة بس ما بعرف حرية. أنا ما بعرف جدي إنهم قتلوه وعمي حبسوه وخالي طردوه 40 سنة. احنا عم نشوف القهر والذل والظلم، ولما طلعنا بدنا الحرية، بدنا نعيش. ضربوا علينا رصاص وقتلونا. كان أخي الصين عم بيلعب ويرسم على الحيطان، ضربوه قلعوا الأظافر. راح أبي ياخذوا منهم، ضربوه هانوا رجعوا مرة تانية، طخوا عليه الرصاص وذبحوه. راح أخي يودع أبوه يدفنه، طخوا عليه الرصاص وجرحوه. دخلوا على بيتنا كسروا الأبواب، ضربوا أمي خوفونا، أخذوا ألعابي كسروها، حتى الدبل قطعوا ما تركوا. يا عالم يا عالم شو هالعيشة، احنا ما بنرضى نعيش هيك. اسمع يا عالم اسمع يا عالم، احنا أحرار من أكبر رجال أصغر طفلة، ما بنسكت ولا ننام حتى ننال الحرية. سوريا سوريا، نعرف إنك مبسوطة مننا وفرحانة، بس بنوعدك ما بنرجع حتى نضحكك وتزغردي وتسمع زغروتك